داشتم تلاش میکردم خودکشی کنم. چی خودکشی؟ آره، چطور روزه میگیری حال فقرا رو درک کنی؟ خب خودکشی کن حال ایرانی‌ها رو درک کنی. Susmaz gönlümün yarası Çık gel anla آیتان لاشتو بلند کن برو مدرسه. چرا باید برم اون درس مزخرفه بخونم وقتی که قرار آخر اسنپ کار کنم؟ هیچ وقت با آدمایی که موهاشون رو رنگ کردن وارد رابطه نشو. اونا خیلی نامرد و پستن، اصلا مخصوصا اونایی که عینک دارن. اونا دیگه همش خیانت میکنن. اصلا بیا فقط با من وارد رابطه شو. آخ دلار را 25 تومن میکنیم 20 تومن مردمم خوشحال میشه. وای خدایا از اینکه روانی و چیز روحانی رو بهمون دادیم متشکریم. واقعا روغن بنفشه رو گذاشتی بالای اون تیکه چوب؟ آره خیلی داروی خوبیه. روغن بنفشه برای درمان کرونا بسیار مفید و حائز اهمیت. باید شیافش کنی.